توی این ویدیو میخوام در مورد آسپیلونگ صحبت کنم و اینکه کسایی که پزشکی و پیراپزشکی خوندن اتریش براشون بهتره یا آلمان. و نکته مهم دیگه اینه که ما چه کاری میتونیم براشون بکنیم، بیان اتریش یا برن آلمان، چجوری میتونن بیان، چجوری میتونن ویزا بگیرن و چیکار باید بکنن. اگر دوست داری، اگر تو هم جزو این دسته هستی که میخوای در مورد آسپیلونگ بدونی، آسپیلونگ اتریش یا آسپیلونگ توی آلمان، و اینکه اگر پرستاری، رشته‌ت پرستاریه یا پیراپزشکی خوندی، میخوای که برای جاب آفر اقدام کنی تو اتریش، این ویدیو تا آخر ببین. خب آسپیلونگ یکی از مسائلی که خیلی مطرح میشه آسپیلونگه. من قبلا گفتم توی این ویدیوهایی که این بالا میذارم پایینم میاد، اتریش آسپیلونگ نداره، یعنی ویزایی تحت آسپیلونگ نداره که به شما این امکانو بده از داخل ایران پاشید بیاید اتریش. تو خود اتریش آسپیلونگ هست، این اشتباه رو نکنید. خیلی از دوستان میگن خب آسپیلونگ هست تو اتریش، ما سرچ کردیم آسپیلونگ هستش، ولی برای کسایی که داخل اتریشن. اتریش ویزای آسپیلونگ نداره مثل آلمان. خیلی ها فکر میکنن که میتونن توی اتریش آسپیلونگ پیدا کنن، درخواست بدن، اون قرارداد آسپیلونگ رو بگیرن و از طریق اون قرارداد توی ایران یا توی افغانستان ویزا بگیرن بیان توی اتریش. نه، همچین چیزی تو اتریش وجود نداره، اینو فراموش نکنید. پس کسی که در مورد ویزای آسپیلونگ صحبت میکنه باید اصلا خطش زد، چون ما نداریم همچین چیزی. اگر که بیایید توی اتریش تحت یه شرایطی میتونید آسپیلونگ بگیرید، این قضیهش کاملا جدا فرق میکنه. ولی توی آلمان خب ما همچین چیزی داریم، در موردش من قبلا صحبت کردم، مثلا ویدیو ساختم که چجوری شما میتونید آلمان آسپیلونگ پیدا کنید. لینکش رو میذارم، حتما برید اون ویدیو رو ببینید اگر که قصدتون آسپیلونگه که از طریق آسپیلونگ بیاید. خب یه شرایط خاصی داره که باید حتما حداقل B1 زبان آلمانی داشته باشید، حداقل باید دیپلم یا لیسانس داشته باشید و یه سری شرایط دیگه بسته به اون رشته‌ای که میخواید بخونید. پس اگر که میخواید آسپیلونگ بیاید توی آلمان، بیاید داخل اروپا، باید برید سرچ بکنید. من وبسایت هایی که میتونید آسپیلونگ پیدا کنید و پایین میذارم، توی اون ویدیو هم گفتم کامل چیکار باید بکنید، چجوری باید درخواست بدید، رزومه بفرستید و اون ویدیو رو حتما ببینید اگر که هدفتون آسپیلونگه. اگر هدفتون روش دیگه خب هیچی فرق میکنه. حالا در مورد پزشکی و پیراپزشکی، ببینید کسایی که میخوان از طریق پزشکی بیان یا پیراپزشکی بیان، خب معمولا اینا باید جاب آفر بگیرن. جاب آفر به چه شکلیه؟ باید قرارداد کاری پیدا کنن و از طریق قرارداد کاری بعد از اینکه تمام مدارکشون لگال شد، مدارکشون رو میفرستن برای یه شرکت کاریابی. اون شرکت کاریابی با شرکت‌های کارفرماهایی که طرف قرارداد هست برای اینا قرارداد میگیره. معمولا اگر که بخواید شما مستقیم این کارو بکنید، شاید 5% احتمال گرفتن قرارداد وجود داشته باشه، ولی 95% از طریق شرکت کاریابی این کارو میکنن، چون که کارفرماها مثل بیمارستان، مراکز خدماتی پزشکی، خانه سالمندان، اینا میان مستقیم با مراکز کاریابی کانکت میشن و میگن که ما 50 تا نیرو میخوایم، 100 تا نیرو میخوایم. این مراکز کاریابی میان تو سر دنیا، هر کی که بهشون درخواست میده جذبشون میکنن، شرایطشون رو بررسی میکنن و به اونا معرفی میکنن، اونا هم درخواست، اونا هم قرارداد کار میفرستن. حالا شاید به خودت سوال بکنید که چه شرایطی باید داشته باشم که بتونم توی این مؤسسات کاریابی ثبت نام کنم و اونا واسه من کارفرما پیدا کنن. ببینید مهمترین چیز برای کسی که میخواد مثلا به عنوان پرستار بیاد توی اتریش، باید زبان آلمانی حداقل B2 داشته باشه. یعنی شما اگر مدرک B2 نداشته باشید تقریبا شانستون صفره و شرکت کاریابی هم شما رو نمیگیرن. یعنی مدارکتون رو میتونید بفرستید، میگیرن، خب ردتون میکنن، یعنی اصلا مدارکتون رو میذارن کنار. پس اولین شرطش B2. حالا اگر C1 بگید خب موفقیتتون بیشتره، شانستون بیشتره. اگر پزشک هستید، اگر پرستار هستید، فرقی نمیکنه. شما بایستی از طریق مؤسسات کاریابی مدرک B2 C1 داشته باشید، مدارکتون رو لگال میکنید، ارزیابی میکنید، میفرستید واسه اونا هم یه سری ارزیابی رو باید انجام بدن یا بهتون میگن که مدارک رو بفرستین این سازمان هم باید ارزیابی انجام بشه. بعد که همه چی شد، تطبیق انجام شد، اونا واسه شما کارفرما پیدا میکنن.
الان این امکان هستش که توی آلمان برای کسایی که پرستار هستن کار میشه، قرارداد کاری گرفت. ما داریم الان این کار رو انجام میدیم. حالا اگر کسی دوست داشت میتونه با ما کار بکنه، میتونه به این پیج پیام بده توی دایرکت یا اطلاعات تماس و اینا هستش، حتما از طریق این پیج اقدام کنید، میتونید اونجا پیام بدید، اطلاع بدید، ما پیگیر کارتون میشیم. اگر کسی نخواست با ما کار کنه یا با جای دیگه، حتما اینو از طریق شرکت‌های کاریابی اقدام بکنید. ما هم که اگه این کارو میکنیم، ما هم شرکت کاریابی هستیم که توی اتریش ثبت شده و داریم این کار رو توی اتریش آلمان انجام میدیم برای پرستارا. پس فراموش نکنید زبان بخونید. آسبیلونگ اتریش نداره، فراموش نکنید. شما از دو طریق الان توی این 2 دقیقه توی ویدیو گفتم، میتونید آسبیلونگ پرستاری بگیرید بیاید توی اتریش، میتونید قرارداد کاری پرستاری یا پیراپزشکی بگیرید بیاید داخل اتریش. ویدیو رو لایک کنید که آدمای بیشتری ببینن. اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب هم حتما بکنید. سوالی داشتید کامنت کنید، جواب میدم. مخلصم.